سلام علیکم دوستا. جانتان جور از بخیر صحتمند خوب هستین آرام هستین دوستای عزیز. اینجا آمدیم دیگه ما نیو مکسیکو هستیم در الباکورکی شهر الباکورکی هستیم. اینجا آمدیم شام اینجا خو کردیم که بخیر بارا پایین کنیم دیگه بار کوچک بود دیگه کوتاه بود از ما توسون اریزونا تا اینجا 600 مایل بود. یک رفتیم اول 100 مایل امتی رفتیم یک 500 مایل هم تا اینجا 600 مایل بود. بار کوتاه بود بیا میگیریمش. آمدیم شو رسیدیم اینجا پایین کردیم اینجا زمین اینا بار کرده بودیم. فهمید دوستای عزیز قربانک سرتون شم را صبحتون بخیر سهار مونک مرغ که داش سمم ورز ولری بریالی وسی آرام وسی کو روغ و جور وسی اندیوالانم قربان دسم خو ورز ولری صبحتون بخیر صبح با صفا و باش داشته باشین. راست دوستای عزیز ما که اوگار شده بودم باز دوستای ما دیگه باز گفتم زوای زد درد میکنم جور تیار هستم کمک مشکلات را گفته بودم. باز دوستای ما زنگ میزنم دردی میکنه یک جهان تشکر در اینستاگرام مسیج میکنن یک جهان تشکر در تیک تاک میگن در هر جای جهان سپاس. ولی بعضی تو یگان تو میگه از دل پاک میگه روز یک دوست ما میگه والا پوز دنبره بگی پیش یگان دوستای افغانی ما برو قصابای افغانی در پاکستان میگم در ساکرامنتو کالیفرنیا و رو بگی باز دمو چربش کوچه رقم کده موجه بان باز جور میشی. ولی خوب ولی بعض دوستای دیگه ما ریشخندی میکنن و بعد ریشخندی نکنی یگونه زنگ زده والا دم بخره بگی جوش بته روزانه یک گلاس بخو خوب میشه که دیگه نوشته کده والا رقم مرده رو بگی که تخلم ساک یک جای گات کو یا بچسبون یک نفر دیگه میگه والا پیش که بگی بکش بخونش همه چون بگی که قیماق یکی گوشه و بعد را ریشخندی نکنه دقمی نکنه یکی میگه که والا ما چون فلانی را بگی که فلانی گات کو فلانی کو چه رقم کو فلانی کو باز بخو یکی دیگه میگه والا چل پاسه که بگی که سنگ پای نامش چی است اون سنگ پای است سنگ پشت است که از یک جای بگی گدوات کو بازو را بگی که قیر گات کو چربش کو باز دمو جایت بمال و بعد در قربان سرتون شام صدقه سرتون شام. ریش خندی نکنی یگان دوا ما گفته صحیح خیری بینه. ما خودم وقت دوای خود گرفتیم دکتر برام دوای زده درد داد دوای قوی ترین زده درد داد شکر جور تیار میشم دیگه روز به روز بهتر شدم میرم دیگه و قضیات دیگه چی نیست دیگه ما شکر شیر هستیم. یکی دوم دیگه ریش خندی نکنی هم دردی میکنی هم دردی نکنی دیگه هر گپ در چی ریش خندی دلیش بابام ریش خندی کزای چیزای کامنتای نوشته میکنی مردم میخونن و بدر بازم خیر باشه جور باشه مقصد شما خوش باشه قربان سرتون شم خوشی شما کس آرزوی ماست فدای سرتون شم روز خوش داشته باشه دوستای عزیز. هر کار خداوند به وقتش میکنه متوجه باشه. یگان کاری که شروع میکنه وقتی که او کار ناکام میمونه او گپ نیست که نتونسته او آخر هم کار نمیده دیگه هم کوشش کنه. فهمیدی هر کار به وقتش منظم میشه دوستای عزیز قربان سرتون شم. جگرخون نباشه خوش باشی دنیا که از دنیای پر از عشق و صفا و صمیمیت است. خداوند هر لحظه هر ثانیه ما رو میبینه. نیت صاف منزل آسان نیت صاف داشته باشه به هر مقصدم راست میرسه. وقت خوش خداحافظ.